السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. برادر عزيز، شركة صلاح جامع در مسکو در پیتر الحمد لله فعالیت داشت و در سنت پترزبورگ یعنی بدک و ان شاء الله امروز در یکاترینبورگ فعالیت داشت و فیتابوچکا مقصد تو حاضر نبود. لیکن الحمد لله امروز فیتابوچکا شدست و اینی برادر در درونی فیتابوچکا های اشنیوچ خیلی برادر و خدمت رسانی خیلی ان شاء الله. که رمضان که چای کبود دم کنیم در قند در دروش بمونیم. چخیل اشنی چخیل بدن گرمه دردی چی داشت ستمهره ان شاء الله اینی برادر ستمهرش و کوبچکش درمند بود و ان شاء الله که امروز ما در توبت ماهای شهر یکاترینبورگ و ان شاء الله که بعد یک مساج با اپارات میشوه و با دست میشوه و بعد از آن حجامه میشوه. باز ان شاء الله این برادر این خلط میپوشه و بدن کمتر رو تورو میکنه خاق میکنه باذن الله حجامهش میگیریم. خدمت رسانی یگان کمدین است ان شاء الله. خداوند از ما و شما رضا باشه، از همه دردها ما را و شما را نگه داره. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. بازم این الحمدلله که این برادر فیتابوچکا برآمد و مساج با اپارات و دستی شد ان شاء الله و برکه موندیم و حاضر ان شاء الله که از زبان برادر خیلیش میشنویم که کوچی خیلی از خدمت رسانی شرکت صلاح جامع در شهر یکاترینبورگ کو برادر اشوشنیو خیلی بعد فیتابوچکا الحمدلله شده. بعضی آدما میگن که در رمضان مثال ثوابی میشه یا که ممکن نیست. خطا چه خیلی حس کردی؟ الحمدلله خوب هستم. گیجا در میکرد؟ میانو در میکرد. بعد فیتابوچکا چی آرامشی چی خوب دیدی؟ الحمدلله خیلی خوب است. بدن ملایم شده. بانکور آمودیم الحمدلله و این دو کویکا های میتونی شام بیاین زنگ بزنین ان شاء الله و این فایده های حجامه چی فایده ها داره و الحمدلله چی دارویی که دمو قاری صلاح میبینید برادر قندی ما های اینجا بخشش باشه که اینم نو بارا آوردیم ولی اینم چی دارویی در کار شده الحمدلله از مثلا پروستاتیت باشه چورنیتیمی باشه قرآنا باشه مثلا دارویی چیزی در کار باشه الحمدلله میتونین دستافکتون کنین به همه شهر و ناحیه ها و کدومی که در ماه شریف رمضان میآید فیتابوچکا پلوس مساج بانکو هم تازه اخمون 2000 ان شاء الله که مرحمت کنین و ما در خدمتیم. بازم الله مهربان سبب حجامه سنت پیغمبر صلی الله علیه و سلم مغفرت همه گناه اول و تندرستی و خوشحالی ما و شما باشه. بازم الله مهربان شفا بده همه بیمارا را.